سلام به همه شما بینندگان عزیز و گرامی. خوش اومدید به کانال ایکس باکس وین. تا آخر ویدیو با من همراه باشید چون قراره به بررسی نحوه چگونگی دانلود بازی داخل کنسول‌های ایکس باکس سری اس و سری ایکس بپردازیم. نصب بازی در ایکس باکس سری اس و همچنین سری ایکس به دو صورت قابل نصب هستند. یک، به صورت آنلاین از طریق اپلیکیشن ایکس باکس و همچنین از طریق ها میتونید به راحتی بازی ها رو نصب و دانلود کنید. خب قبل از هر چیزی باید توضیحاتی در مورد مزایا و معایب آنلاین و همچنین آفلاین شدن کنسول رو بهتون بدم. اول از هر چیزی شما باید متوجه بشید که کنسول شما آنلاین هست یا آفلاین. اگر آنلاین هست خب شما خیلی به راحتی میتونید بازیاتون رو دانلود کنید و نصب کنید و اجرا کنید و نهایت لذت رو ببرید. اما اگر آفلاین باشه خب نه، اصلا نمیشه از طریق اینترنت بازی دانلود کنید و اجرا کنید، بلکه فقط از طریق هارد میتونید وصل کنید و دیتاهای گیم پلی رو داخل هارد بریزید و بازی رو به داخل کنسول انتقال بدید. آفلاین هستن. اگر شما دوستان عزیز بخواهید داخل کنسول‌های آنلاین بازی نصب کنید و بدون اینکه پولی رو خرج کنید بتونید داخل کنسولتون بازی‌ها رو به طور کامل انجام بدید، باید توجه کنید که ما در 3 مرحله میتونیم این کارها رو انجام بدیم. یعنی اینکه گیم پلی رو نصب کنید. خب اون 3 مرحله رو براتون توضیح میدم. یک، اینکه کنسول شما به طور کامل و مداوم به یک اینترنت مدرن متصل شده باشه با یک DNS قوی و پایدار. این مرحله مهم و اساسی است. مرحله دوم، شما اینکه یک اکانت قانونی خریداری کرده باشید. از طریق خیلی از سایت‌های گوگل پلی میتونید اکانت‌هایی رو خریداری کنید. خب قیمت هر اکانت میشه گفت حدوداً مثلا 300,000 تومان یا 400 تومان. خب خلاصه یا میشه گفت نصف قیمت هست. شما میتونید در اون قسمت گیم پلی رو یا هم اکانت رو خریداری کنید. وقتی که اکانت رو خریداری کردید باید توجه کنید که شما باید اشتراک گیم پس رو داشته باشید. بعد از اینکه گیم پس رو خریدید، اشتراک گیم پس رو خریداری کردید، شما نیاز به یک اپلیکیشن یا هم نرم افزار داخل گوشی همراهتون دارید. اسم اون نرم افزار هستش ایکس باکس. شما میتونید داخل پلی استور یا فروجگاه پلی به طور کامل و خیلی راحت این نرم افزار رو با این مشخصات که ظاهرش این شکلی هستش نصب کنید و کارتون رو انجام بدید. بعد از نصب این برنامه شما باید وارد داخل این برنامه بشید و اون اکانتی که داخل کنسول شما وجود داره رو داخل اون نرم افزار وارد کنید. یعنی اینکه اکانتی که داخل کنسولتون ازش استفاده می‌کنید رو داخل اون نرم افزار وارد کنید برای اینکه دسترسی به کنسول شما داشته باشید. اینها بازی که نصب کردید داخل کنسول شما نمایش داده میشه، یعنی میتونید بازی رو نصب کنید و نهایت لذت رو ببرید.